مشکلی که اکثر اونایی که توی امارات شرکت ثبت کردن دارن و من لازم دونستم اینجا در موردش یه توضیح کامل بدم و خواهشم اینه که واسه دوستانتون شیر کنید که دچار مشکل نشن، اینه که ثبت نام تکس که اجباریه. ثبت نام VAT وقتی درآمد شما به 375,000 درهم رسید باید ثبت نام کنید. حتی اگر اقدام کنید برای ثبت نام ریجکت میشه اگر فروش ندارید. اما مسئله‌ای که هست، بعضیا هم ثبت نام تکس و هم ثبت نام VAT براشون انجام شده و وقتی ثبت نام VAT انجام میشه یه درآمدی و یک هزینه‌هایی به صورت سوری براتون رد میشه و الان موعد ارسال اظهارنامه مالیاتیه. مشتری میگه من هیچ فروشی نداشتم، هیچ درآمدی نداشتم، ولی کسی که براتون ثبت نام VAT انجام داده یک فروشی رو برای شما رد کرده. پس الان نمیتونید اظهارنامه‌تون رو صفر رد کنید. صفر رد کردن اظهارنامه مالیاتی برای این اشخاص یعنی مغایرت و مشکلات مالیاتی.